بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران علی اسلام، نمازگزاران محترم، ولو در این روزی جمعه و ماه مبارک رمضان و ماه اجابت دعا و روزی اجابت دعا و این همه نورهای بالای نور دعا کنیم پروردگارا این روزی سعید و این ماه مبارک و همه روز و همه وقت و همه سال ما را مبارک و برکت پروردگارا همه ما را همیشه در همه این حالت ها در کارهای خیر، عملهای صالح و نیکی ها و نکوکاری ها کامیاب و موفقمون بگردان. همه ما اهل و خانواده و فرزندان و پیوندان و نزدیکان همگی را و جمله مؤمنین را در این روز مبارک و ماه مبارک پاک شوی از گناه همه ما را از گناه پاک بگردان. توبه نصوح‌های پاک کننده از گناه نصیب روزی امان بگردان. پروردگارا در این روز سعید گذشتگان همه ما را رحمت مغفرت قبرهایشان را با نور رحمتت منور هایشان را شاد بگردان. پروردگارا همه حاضرین به امیدخانه‌ات آمدند و دستی امید به سوی خودت برداشتند. هر یک امیدها و آرزوها و نیت‌های نیکی دارند همگان را به مقصدهای اصلی و نیت‌های نیکشان برسان. پروردگارا کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. پروردگارا پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور اسلام و مسلمین خصوصا همه حاضرین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. پروردگار این ماه مبارک را با تمام شرافت و کرامت و بزرگی و عظمتش نصیب روزی امان بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران علی اسلام، موضوع موعظه امروزه ما جایگاه مهنت در دین مبین اسلام است که مسلمان باید چگونه زندگی کند، مسلمان باید چکار کند. یعنی همیشه نسبت زندگی خود، حیات خود، فرزندان اهل و خانواده خود یعنی بی‌پروا باشد یا اینکه همیشه در سعی و تلاش باشد. ولی این مهنت و زحمت و سعی و تلاشی که مسلمان میکند آیا اجر دارد یا ندارد؟ یا اینکه طلب رزق حلال برای به دست آوردن رزق روزی زندگی را با راه حلال آیا عبادت هست یا نیست؟ و مسلمان باید چکار انجام بدهد؟ در زندگی چگونه باشد؟ اطراف این موضوع انشاءالله شرح تفصیل میدهیم. خداوند عزوجل میفرماید استعذ بالله و ان لیس للانسان الا ما سعى. صدق الله العظیم. یعنی انسان را هیچ چیزی نیست مگر سعی و تلاش کند. وقتی انسان سعی و تلاش کند پروردگار مهنت و زحمت و سعی و تلاش بنده اش را ضایع نمیکند، برکت عطا میکند. هیچ انسانی حتی همونی که پروردگار را باور ندارد مهنت و زحمت میکشد پروردگار مهنت اون را ضایع نمیکند. چرا؟ امتحان که هست. ولی میبینیم میلیارد و تریلیارد و بشمار و به حساب نعمت ها عطا میکند، باز بنده را اختیار میدهد که ایمان میارد یا نمیارد. ایمان آوردن مجبوری نیست، عقلش داد است و فکرش داد است، فهمش داد است، اختیارش داد است. خب با این عقل و با این فراست و با فهم و درک و اندیشه و دوراندیشی و دیگر این همه یکی داده است و حب بالای این شما رو به عدد نعمت و عطا کرده است. ولی ببینید که هیچ بندهش رو مجبور نمیکند که تو ایمان بیار، اختیاری داده است. برای همین در سوره کهف میگه استعیذ بالله و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. شما حق رو بگویید، کسی که میخواهد ایمان بیارد، کسی نمیخواهد کفر میورزد کفر بورزد. ما بعد در اون حیات حساب و کتاب با اون کار داریم، اما در اینجا اختیار مطلق نداریم. یعنی در مسائل، در بعضی از مسائل اختیار دارد انسان مطلق، ولی در بعضی مسائل اختیار ندارد.
حالا کی میآید؟ پسر میآید، دختر میآید، فرزندی کی میآید، باز پیر می شود، ناتوان می شود، گاه بیمار می شود، باز از این دنیا می رود. این در اختیار انسان نیست، از اختیار انسان بیرون است. لیکن کارهایی است که در اختیار انسان است، کارهایی است که از اختیار انسان بیرون است. این رو میگویند تقدیر. پس با وجود این همه ببینید که پروردگار این همه نعمت ها عطا میکند، باز مجبور نمیکند که ایمان بیار. ایمان آوردن و نیکی کردن، نیکی ها انجام دادن اختیاری هست. میخواهد نیکی انجام میدهد، میخواهد بدی ها انجام میدهد، میخواهد فسق و فجور و حرام و حرج میرود، میخواهد اسلام میشود و نیکی و عبادت و یعنی چیز پرهیزگاری و خدا ترسی و همیشه نیکی و نکوکاری ها انجام میدهد. این در اختیاری مؤمن است. از پروردگار میگوید که لیس للانسان و لیس للانسان الا ما سعی. انسان را هیچ چیزی نیست مگر سعی و تلاش کند. در آیه دیگر میگوید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ کسی را به سعادت، به عزت، به کامیابی نمیبرد، نمیرساند مگر اون انسان خود سعی و تلاش کند. وقتی که انسان سعی و تلاش کند، پروردگار به عزت و به کامیابی و به سعادت میرساند. حالا وقتی که انسان کامیاب شود همیشه باید فکر کند، همیشه مسلمان باید دوراندیش دور فکر کند. همه انسان میخواهد که هرگز ناکام نشود. تمام انسانیت، چه مسلمان چه غیر مسلمان، هیچ وقت نمیخواهد که ناکام نشود و در پیری خور نشود. لیکن برای که در پیری خور نشود باید در جوانی کارهای رو انجام بدهد تا اینکه در پیری خور نشود. در جوانی باید چیکار کند؟ علم آموزد، فرزندان رو تربیت کند، آداب، اخلاق، دینداری، این همه فرزندان رو که تعلیم که داد. فرزندی تعلیم یافته هیچ ممکن نیست که پدر و مادر رو آزار بدهد. چرا؟ به خاطر که میداند که اگر من امروز پدر و مادرم آزار بدهم، فردا فرزندانم به من آزار میدهم. پدر و مادر آزار داد، از فرزند آزار نبیند. حالا فرزند نداشتی، پروردگار به دست یکی از دوستانی نزدیکش اون آزارش رو میبیند، میدهد. یعنی اون آزار رو میبیند انسان. هیچ ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ به خاطر که پروردگار وعده خلاف نیست. هر انسانی وعده خلافی کند میکند، پروردگار وعده خلافی نمیکند. پروردگار هر چیزی که گفت میکند. تمام. پروردگار میگه هیچ کسی به سعادت نمیرسد مگر برای سعادت و کامیابی خود سعی و تلاش کند. از جوانی به خاطری که در پیری خور نشوی باید کارهای انجام بدهی. در پیری خور نشدن دیگر در پیری فکر کردن هیچ به درد نمیخورد. غیر از حسرت و ندامت دیگر هیچ چیزی نمیارد. به خاطری که در پیری خور نشوی از جوانی باید فکر کنی که من باید در پیری خور نشوم. در پیری خور نشدن اهل و خانواده و مناسبت نیک و فرزند رو تربیت کردن، این همه که چند فرزندی تربیت کرده ای که بالای چشم دیده بردارنده این فرزندها داشتن در کار، وقتی که پیر شده بابا جان و پدر جان و دیگر بالای چشم دیده همچون مغز اینان بردارن، زیر پا نکنن. کی زیر؟ حالا ببینید چقدر انسان و پدر و مادرها در بسای خانه ها رفته ایستادند و 6-7 فرزند سوالش قدسی سراغشان نمیکنن. برای چی؟ وقتی تربیه نکردن. میرویم خبر میگیریم میگیم امک تاگو چی شدین؟ خیلی دملا خود کرده رو دوا نیست. اهمیت ندادیم. یک کشیدنی و یک نوشیدنی را از همه، از زن و از فرزند از همه بالا موندیم. یک کشیدنی و یک نوشیدنی را، هم کیف و عیش عشرت و کیف و صفا را در جوانی از همه چیز بالا گذاشتیم. خب دیگه امروز خداوند ما رو خور کرده است، چیکار کنیم دیگه؟ خود کرده رو دوا نیست. همین است برادران اهل اسلام. و خاطری که در پیری خور نشوی، از جوانی باید فکری پیری رو کنی. زیر خاک در عذاب نمانی، بالای خاک ها زیر خاک فکر کنی. وقتی که بالا زیر خاک همیشه به یادت بیاید و مهنت حلال و کسی ظلم نکنی و طاعت عبادت انجام بدهی و نیکی ها و نکوکاری ها انجام بدهی و فرزندان رو تربیت کنی و
این همه فرزندا هم که بعد وفاتت اللهم اغفر لی و لوالدی و لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ولی این دعا رو بگویم پروردگار من را رحمت و مغفرت، پدر و مادرم را رحمت و مغفرت، هر لحظه قبرت منور، هر لحظه روحت شد، از این دنیا رفته ای لیکن از این دنیا قطع نشده ای، همیشه با نیکی ها و با عبادت ها و با اجر و پاداش و ثواب و خیر و برکت این دنیا همیشه پیوسته هستی، محروم نیست، غریب نیست. خودی که در اونجا غریب نمانی، محروم نشوی، قطع نشوی از این دنیا، باید کارهای انجام بدهی که در اونجا محروم و قطع و یعنی چیز محروم نمانی، یعنی مهنت حلال. یکی از سببهای اساسی کامیاب شوی هر مسلمان در زندگی هست و انسانی که خود تجارت، خود دهقانی، هر کاری که باشد، مهندسی، که کدام وظیفه، طبیبی، کدام وظیفه که نباشد، در یک وظیفه مسئولیت داشته باشد تو مهنت و زحمت و همیشه کوشش و سعی و تلاش کند، اون مدام در عبادت است. چرا که پیامبر علیه السلام میگه که طلب رزق حلال عبادت است. دهقانی میکنید شما در عبادت مشغولید، تجارت میکنید، تجارت یعنی کسب و کاری پیامبران است. پیامبر علیه السلام تاجر بودند تا قبل از یعنی پیامبریشون و چوپانی میکردن، مهنت میکردن. تمام پیامبران بعضیش دهقانی میکردن، کشاورز بودن، بعضیش آهنگر بودن، بعضیش دوریدگر بودن، بعضیش دوزنده بودن. همه پیامبران کسبی داشتن، هنری داشتن، مهنت میکردن، زحمت میکشیدن. مسلمان باید مهنت و زحمت بکشد. این دنیا دنیای زحمت است. همونی که حالا شرایط هم دارد، پول و پیسه یعنی به درد میان هم دارد، بعد نگوید که چیست؟ بیا که دو چند بخرم، دو چند خواب بروم، دو چند کلام کارهای دیگری انجام بدیم چند برابر. بعد چی؟ بعد یک مدت کوتاه میبینید که به بیماری‌های مبتلا هست که دیگر دردی به دوا نمیدوند چیکار کند. شما در زندگی دیدید که کدام پرخوری بیمار نباشد؟ همه پرخور بیمار است. شما در زندگی حیات دیدید که انسانایی که کم میخورن، رعایت میکنن، دائم احتیاط میکنن، بیمار شده باشد؟ سالمی انسان برای چی؟ برای چی اونایی که دو چند بخورم و دو چند خواب بروم و دو چند کیمچی و بیماری خطرناک مبتلا میشن؟ بخاطر این دنیای مهنت و زحمت از دنیای راحت نیست. همه راحت طلبو در آفتن، تمام راحت طلبو در آفتن، در خطرم. راحت با راه زنا، حرام زنا باشد، چی پرخوری باشد، چی زیاد خوابروی باشد، میبینید در خطر است، در مصیبت است، در آفت است، در یعنی غم و اندوه است. برای همین مهنت حلال زندگی کردن، اندازه نگه داشتن. حالا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میگویند که ما مسلمانان قومی هستیم که تا گرسنه نمانیم نمیخوریم. اگر خوردیم معده رو به سه قسمت تقسیم میکنیم، یکیش برای خوردن و یکیش برای نوشیدن و بین خوردن و نوشیدن هم باید که فاصله باشد. حالا طبیبا این را که خوب شرح تفصیل میدهم که بین خوردن و بین نوشیدن باید فاصله باشد. یک قسمت معده برای خوردن و یک قسمتش برای نوشیدن و یک قسمتش برای آزاد نفس کشیدن. میگن ما قومی هستیم تا گرسنه نمانیم، پرخوری، بالای هم خوردن، هضم نشده خوردن بیمار میکند بدن رو. انسان بیمار میشود، بیماری‌های خطرناک میشود. با اندازه اش خوردن و با اندازه اش چیز نوشیدن و جای ماندن در معده، همیشه جای گذاشتن همیشه در معده برای آزاد نفس کشیدن تا اینکه اون معده فعال باشد، فعالیتش رو انجام بدهد. وقتی که جای خالی که نگذاشتید برای معده که کار کرد کند، همه این خوردگی رو بعد تمام عضوها تقسیم کند. وقتی که خالی نیافت، بعد یک عضوی رو میزند، یک عضوی دیگر معیب میشود، یا که دیگر کرخ یا دیگر. دانشمند اسلام 90 چند ساله است ماشاءالله، یعنی فکر و علم و نه سن سال پیری. برنده سوالش میکنن، میگن که استاد این همه سلامتی، میگه حیاتی ندارم که از خردسالی پدرم نصیحتم کرده بود، از خردسالی تو گرسنه نمانم نمیخورم، خوردن سیر نمیکنم.
که میپرسن گرسنه ای نه، میپرسن سیری نه، گرسنه هم نه سیرم. یعنی همیشه معده رو یعنی سلامتی رو احتیاط میکنم. برادران یعنی اسلام باز خصوصا در رمضان هستیم، ما افطار دم بچینش اول یعنی اگر شرایط باشد وجود داشته باشد یا 3 دانه یا 5 دانه خیرما خوردید، بعد نماز بخونید معده آماده شود برای قبول کردن. خداوند عزوجل همین انسان و معده و عضوها رو پروردگار به مانند یک کامپیوتری که کار میکند، فکر میکند، جابجا میکند، یعنی شروع میکند و پایان میرساند است. این یک عجیب است. خود حیات انسان یک عجیب است با عضوهای انسان. ولی همین انسانی رو دیدید شناختید، این چشم نمیشناسد، چشم میدید به مغز میشناسد. این فعالیت میکند، این عضوها با همدیگر زیچ هستند، کار میکنند، با همدیگر ارتباط دارند، کارکرد میکنند. حالا گرسنگی در یک بار خوردید یعنی نفس گرفتن نمیتوانید، لیکن احساسی سری نمیکنید. چرا؟ به خاطر اینکه معده به مغز نمیدهد که حالا یعنی وقت در کار است، چند ثانیه یا چند دقیقه وقت در کار است. معده بگه که من پر شدم، معلوماتی ناداده به مغز معده رو پر میکنید، بعد میشود چیز، بعد دیگر نفس کشیدن نمیتوانید یا که احساسی وزنینی میکشید، احساسی بیماری یا که وزنینی. و در نتیجه چی؟ در نتیجه که آهسته نخورید، یک بار پر میکنید، حالا معده فرصت پیدا نمیکند مغز رو بگوید که بس است، دیر میماند. همین اول یکم 3 دانه خرما یا 5 دانه یا 7 دانه توق سنت است که خوردید، نماز بگذارید، نماز شما. پیش از نماز حتمی چیزی تناول کنید. متاسفانه بعضی‌ها نمیدونن، همین رویا نمیکنن فایده رو. امام ابو حنیفه همین گونه افطار میکردن. اول روزه رو میشکویدن، یک چند دقیقه نفس آرام میگرفت، بعد نماز رو میخوندن. یک بار غذای وزنی نخورید، بیمار میشوید. ولی که دیگه خیرمان نیست، مریض هست. هر چیزی که سنت همین است که آتش نرسیده باشد. اون چیزی نرم و ملایمی از میوه‌جات یا که میوه خشک، هر میوه‌ای که نباشد خشک، از همون تناول کنید قبل از نماز، تا اینکه معده آماده شود، آمادگی رو ببیند که حاضر طعام میآید. برای چی سنت است که با دست خوردن این دست، همین دست علاقه به معده و به مغز میدهد که حالا چیزی سخت یا سست یا نرم یا گرم یا سرد، یعنی پیشکی خبر میدهد. معده آماده می شود که حاضر سرد می آید، گرم می آید، نرم می آید، سخت می آید. برای قبول کردن اون آماده می باشد. ما این مبارک رمضان از سال که قریب نیم شد، ما این مبارک رمضان رو از سر کردیم، یعنی این احتیاطات رو بگیریم. حالا در هیچ چیز زیاده روی نکنیم، حتی در خوردن، حتی در خواب رفتن. خواب زیاد انسان بیمار میکند، فلج میکند. حالا چرا در نماز بامداد الصلاة خیر من النوم هست؟ الصلاة خیر من النوم، نماز بهتر است، عبادت بهتر است از خواب. 80% انسان هایی که انسول میگیرند، سکته قلب یا سکته مغز، عیناً همین وقتی نماز بامداد تا ساعت 8. خدا رحم بخورد. برای همین میگه که در همین وقت خواب نکن. ما در موعظه‌های پیشین گفته بودیم که 4 نمود خواب است. 2 نمود خواب مضر است و 2 نمودش مفید است. 80% اونایی که سکته قلب یا که مغز یا قلب میگیرند، عیناً در همین ساعت وقتی نماز بامداد تا طلوع آفتاب 1 ساعت طلوع آفتاب در همین وقت میگیرند. در همین وقت باید که انسان بیدار باشد و خون، گردش خون، چرا وقتی که خواب میروند چند ساعت میآیند در این اخیر روز، وقتی طلوع آفتاب خب خون چی میشود؟ سرد میشود، حرکت خون در بدن آهسته میشود، حرکت نیست. مبادا رگ‌هایی که کمی شخشده که هست در اون جمعیت خون یعنی نمیگذرد دیگر، میستن. بعد میشود انسان فلج، یا قلب میزند یا مغز. در اون وقت رو پروردگار میگه که چیز؟ الصلاة خیر من النوم، نماز بهتر است از خواب. شما بیدار باشید، بیمار نشوید، بیدار باشید، حرکت کنید، عبادت کنید تا اینکه بیمار نشوید. الصلاة خیر من النوم یک معناش این که بیدار باشید، بیمار نشوید. این است برادران اسلام. مهنت حلال یعنی چیز؟ برای پیامبر علیه السلام با دهقان
عادتا دهقانا رو ببینید سلام کنید دستو مثل چوب است، سخت. دستی دهقان اومد سلام کرد، بعد دستی دهقان گرفت سر نداد، گفت که خدا و رسول خدا این دست رو دوست می‌دارد. خدا و رسول خدا این دست زحمت کشی، زحمت میکردگی، کار میکردگی رو دوست می‌دارد. مهنت و زحمت انسان رو قوی میکند. این دنیا دنیای زحمت و مهنت است. حتی انسان هم که پیر شد برای چی 5 وقت نماز و این حرکت هایی که در نماز همین برای فایده انسان مسلمان است. پروردگار از این عبادت های ما و روزهای ما هیچ فایده نمیبیند. امروز ببینید غرب هم همون مؤسسه های طبی و دیگرشون توصیه به گرسنگی میکنند که گرسنگی بدن را قوی میکند، نه ضعیف. پرخریز بدن را ضعیف و ناتوان و بیمار میکند. گرسنگی اونو رمضان نمیگویند، گرسنگی میگویند. و از 9 ساعت تا 16 ساعت بعضی بسیاری از بیمارها را گرسنگی میبندند که باید که هیچ چیز نخوری که بدن قوی شود. در گرسنگی بدن قوی میشود، مغز قوی میشود، عقل فعال میشود. چرا؟ به خاطر که معده که پر شد دیگر اون عقل کرخت میشود، نه مغز کار میکند، نه کله کار میکند، نه دیگر چیز، عقل همه کرخت میشود. گرسنگی انسان چی میکند؟ تباوت میکند. روزه انسان تباوت. من نمیدونم شما رمضان میاد الحمدلله خیلی سبکی آسانی خوشحالی حس میکنم، خوشحال و سالم و سبک حس میکنم خود را. یعنی همین است، مفید است، فایده‌ناک است. و این دستی دهقان را گرفت گفت که خدا و رسول خدا این دست رو دوست می‌دارد. حالا شاعر هم میگه که در اینجا کار، در آنجا نخل بردار، شوی تو سرفراز از فضل غفار. در اینجا این دنیای مهنت و زحمت، حتی پیران که باشید گو قدم زنید. دو چیز رو پروردگار تقدیر کردگی است، لیکن به سعی و تلاشی بنده اش وابسته کردگی است. دو چیز رو تقدیر کردگی هست، در تقدیر هست، لیکن به سعی و تلاشی بنده اش وابسته کردگی است. یکی رزق، دیگر عمر. رزق میدهد، لیکن برای اون رزق به دست آوردن مهنت و زحمت، خود تجارت، خود دهقانی، خود صاحبکاری، خود جاروبزنی، خود هر چی که باشد، روبندگی، هر چی که باشد، مهنت. این مهنت رو کردید، هم برای مهنت کردگی پروردگار اجر میدهد، هم رزق حلالی و برکت برایت میدهد. هم برای مهنت و زحمتت اجرت میدهد. ولو برای شکم خودت است، لیکن برای فرزندان خودت است. همینه که برای فرزندان اهل و خانواده میخرید، میبرید، بسم الله گفته بگیرید ببرید، بهترین صدقه است. یکی از بهترین صدقه ها همونی که اهل و عائله و زن و فرزندان رو تأمین میکنید هست. حالا دیگر یتیم و دیگر رو جای خودش، لیکن یکی از بهترین اجر و پاداش همون است. حالا هم برای مهنت و زحمتی که میکشد بنده مؤمن به نیت لقمه حلال مدام در عبادت است، هم اجر و پاداش و هم رزق و روزی. رزق و روزی را به دست میارد با راه حلال، نه با گدایی و بس، یعنی چیز طلبندگی و با خجالتی و روسیایی و یعنی فند و فریب و غارت و دزدی و غارت و دیگر نی. ولی اونه که مهنت و زحمت نمیکشد چی؟ نمیمیرد از گرسنگی، میدهد پروردگار رزقش میدهد، لیکن از اجر و پاداش محروم میشود. از اجر و پاداش مهنت و زحمت از اجر و پاداش عظیم محروم میکند خود رو. پروردگار عمر رو داد است، تقدیر کرده است. بگوید این عمر رو با ضعیفی و بیماری و ناتوانی و با سالمی و بردلی و یعنی نیرومندی. برای سالمیت این 5 وقت نماز، پاکی، طهارت، این طهارت و پاکی و پاکیزگی، نظافت از دینداری هست. همین پاکیزگی و نظافت برای چی؟ برای سالمی مسلمان، سالمی بدن، سالمی روح، سالمی جسم. عمر رو میبینید هم سالم زندگی میکنید. حالا که تجربه هم حیات هم اثبات کرده، چرا پیامبر علیه السلام میگه که هر نمازخوانی برای هر قدم گذاشتگیش، برای نمازش، برای هر قدمش اجر میگیره. تشریح و ترغیب به قدم زنی میکنه که قدم بزن،
تو اینکه بدنت یعنی خون گردش خون زیاد شد، بدن مقاومت و مقابل همه ویروس ها و همه بیماری ها مقاومت میکند، بدن سالم میشود. برای این است پیامبر میگه که هر نمازخوانی که قدم میزند یعنی هر چقدر زیاد قدم زدید سلامتی شما و اجر خودش. حالا برای که سالم زندگی کنم مهنت و زحمت کشیدم، پروردگار برای این زحمت و مهنتم اجرم میدهد و سالم زندگی میکنم، بیمار و خسته و دیگر نیست، یعنی سالم. باید بنده مؤمن یعنی چیست همیشه. حالا شاید میگه در اینجا کار در اونجا نخل بردار، شوی تو سرفراز از فضل غفار. اینجا مهنت زحمت، این حیات مهنت و زحمت است. حتی پیر هم بدید قدم بزنید، اما با عصا هم که باشد قدم بزنید. حالا پیر کشیدید کار و وظیفه و نفقه که برآمدید برای خود وظیفه بگیرید. در یک روز فرض کردم هر روز برنامه داشته باشد. انسان مسلمان هر روز باید یک برنامه داشته باشد. حالا همین جوانایی که بعضیش لواش که مرغوی وری یا که لنجوشا یا که دیگر بینی و گوشا و دیگر یک کاری میکنه، خود چه رنگ میمون میکند، فکر میکند که زیبا شده است. برای چی اون لوا و لنجا و اونا را خیلی تغییرات میدارن؟ برای که مقصدی اولی ندارن. از زندگی یکون هدف نیست، از زندگی یکون مقصد نیست. در زندگی برنامه زندگی کامیاب در نظرشون یکون قله بلند کامیاب شوی در زندگی نیست. از بی برنامگی، از بی هدفی، از بی مقصدی بعد بینیش کلان میکند و بینیش خورد میکند و لواش کلان میکند و نمیدونم که لنجوش کج میکند و رست میکند و بلا میکند و بتر میکند. بعد به بیماری های مبتلا میشود، دردی به دوا. بعد نمیدوند که جو برود چیکار کنه. دیگه ایستاده هر روز جوانان بی برنامه، بی هدفی، بی مقصد ناکام و بدبخت میشوند. مسلمان باید برنامه داشته باشد، هدف داشته باشد، مقصد داشته باشد، مقصدهای عالی، قله‌های بلند رو در نظر بگیرد و برای رسیدن به اون قله بلند مهنت و زحمت بکشد. اونی که لنجشان دیگر میکنند به خیر است. بعضی از جوانان چیکار میکنند؟ همجنسگرایی. چرا به همجنسگرایی میروند؟ به خاطر که نیست یکون مقصد، یکون هدف، یکون مقصد عالی در زندگی ندارند، برنامه زندگی ندارند، نمیدونم چیکار کنند. بعد شیطان راهنماییش و راه بلدشون شیطان است، بعد گفته های شیطان رو میکنند. حالا اینه که همجنسگرایی میکنند. از برای خدا شما یک بار فکر کنید کدام حیوانی همین کار رو میکند؟ خر، سگ همین کار رو میکند. خوک پلیدترین افلاس‌ترین حیوان روی زمین. این خوک هم میبینید بجای یک سیاچن و لای و بدبویی و بدبختی و یعنی افلاسی را که پیدا کنه خودش رو در همون افلاسی میزند. همین کار نمیکند. این جوانای بی هدفی، بی مقصدی، بی برنامه ببینید چه بدبختی ها میروند. کثرتی و کثافتی و نحسی اینا به خودشان نه و تمام جامعه بشری میرسد ضررش. برای چه قرآن میگه که قوم لوط علیه السلام را زیر چند صد متری داخل زمین فرود برد در نتیجه همین همجنسگرایی هاشون. خاطری که این نحسی دارد، کثرتی دارد، بیماری خطرناک دارد. ببینید حالا غرب، حالا ترامپ منع کرد در امریکا، لیکن در غرب ببینید رسما این کار وجود دارد و حتی که در پارلمان یعنی نماینده دارند نیستی خود رو به دست خود کرده شدند. مؤسسه های تحلیلی طبی بعد سنجش گزارش پیشنهاد کردن که از 55% تا 65% همجنسگراها خودکشی میکنن بعد 10 سال 15 سال. بیهوده قرآن نمیگه که ما این قومی چنین کار میکردگی رو چند صد متری داخل زمین فرو بردیم. لیکن متاسفانه جوانای به هدف، به مقصد، به برنامه و بدبختی ها می روند. مسلمان باید هدف داشته باشد، مقصد داشته باشد. حالا گفتم پیر شد نفقه برآمدید، همین روز من انشاءالله 500 بار سوره اخلاص میخونم، 500 بار سوره فاتحه میخونم، 500 و 1000 بار سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، استغفرالله، درود و صلوات میگم، صلوات ابراهیمی میخونم. چند ساعت خولگی میروم نزد فرزندان، نبیره‌ها، زیارت عمک بچه، پسر خاله، پسر عمک، دیگر برنامه باید باشد تو اینکه غمگین، اندوهگین، بیمار نشوی در پیری. و
باید برنامه داشته باشید. قبل از همه معامله با پروردگار، بعد معامله با بندگان پروردگار. وقتی که با پروردگار معامله‌تون رو نیک کردید، پروردگار با بندگانش معامله‌ات رو، تمام معامله‌هایت رو نیک میکند، تمام معامله‌هایت رو با برکت میکند. چرا ما با مجرد چشم شدن سحر که خیسیم نماز میخونیم؟ اولین معامله رو با پروردگار شروع میکنیم تا اینکه پروردگار تمام معامله‌های ما رو دوام روز نیک کند، تمام معامله‌های ما رو با برکت کند. این معنا رو دارد. گفتم که دو کار رو خداوند تقدیم کرده است، باید که انسان برای به دست آوردن با راه حلال و سالم زندگی کردن، یعنی یکی ریسک یکی عمر، یعنی با راه حلال ریسک رو به دست آوردن و سالم زندگی کردن. برای سالم زندگی کردن حرکت ها و نمازی که میخونیم، رکوعی که میرویم، اول بسیار شوخان دیگر جمیده نمیتونه کرخ نماز که خوندید دور خمروز کشیدید تمام شده میشود، گردش خون بهتر میشود، سلامتیتون میشه راحت. کی میبینه؟ ملو راحت نمیبیند از نماز شما، که خدا منفعت نمیبیند از نماز شما، راحت رو خودتون میبینید. یعنی این دنیا و این حیات و این زندگی حیاتی امتحان است و پروردگار فرصت میدهد که نیکی انجام بدهید تا اینکه سعادت و عزت و برکت دنیا و آخرت رو دست بیاره. دعا کنیم پروردگار این روز همه وقت خصوصا این ماه مبارک رمضان رو با تمام شرافت و کرامت و بزرگیش نصیب روزیمان بگردان و همه اون برادران استادایی که در اینجا مهنت زحمت کشیدند و سایه‌کارایی که مبلغ گذاری کردند و میکنند، پروردگارا این خانه‌ات رو تعمیر و بنا کردن، در عوض این همه برایشان عزت و برکت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. پروردگار رزق روزیشان، کسب و کار و تجارتشان، فرزندان و اهل خانواده‌شان، حتی یار و دوستان و رفیقان و همکارانشان همگی رو برایشان با برکت بگردان. همه حاضرینی که دست امید به سوی خودت برداشتند، همه حاضرین را عزت و برکت و سعادت و عمری درازی به درد با برکت، کامیابی‌های دائمی و سعادت ابدی نصیب روزی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك يا ارحم الراحمين.